دیگر دیوار نمی‌سازید. عیب است مگر مردان این ملت مردن که سالی در روز دیوار می‌سازه. اونجا گفت که من دیوار بخارا میشم. تا زمان من زنده ام یگان کس جرأت نمی‌کند بر بخارا هجوم کند. من جواب می‌دهم. این لحظه پدید آمدن لیدر سیاسی و دقیقاً 99 سال یعنی 100 سال این سخن عمل کرد. 100 سال کسی به دولت سامانیان به بخارا هجوم نکرده است. این لیدر سیاسی. استاد رودکی میگه که یک بیت عجیب داره، میگه که اندر بلای سخت پدید آید فضل و بزرگمردی و سالاری. سالاری یعنی لیدری، یعنی میگم سپاه سالار، یعنی لیدری، سرداری سپاه. ببین رودکی چی گفت 1100 سال پیش؟ اندر بلای سخت پدید آید، اندر بلای سخت پدید آید فضل و بزرگمردی و سالاری. یعنی خصوصیت های انسان، فضل یعنی دانش و فهمش و عقلش، بزرگمردی جوانمردی و غیرتش، سالاری یعنی صفت های رهبری لیدریش اندر بلای سخت پدید آید. وقتی فاجعه، وقتی پرابلم، وقتی مشکل معلوم میشه که کی لیدر است. این اگر از همین در باز یک اژدها در آید، خیلی دختران نترسه اگر پلنگ دیگه باز تالار آرام، وضعیت آرام، کشور آرام، هیچ کس تشویش نداره و معلوم نیست کی چی کاره است. نمیدونیم بچه ها همش برود دارن، غیرت هم دارن ندارن نمیدونیم. ولی اگر از اینجا یک پلنگ داره هجوم کنه همین تالار چه میشه؟ چند نفر از تریزه میپره، چند نفر زیر میز میره، لیکن حتما نفر یوف میشه که این منبر از طول گرفته سری همو پلنگ میزنه، مردم دفاع میکنه، او در یا ضربه رو به خود میگیره. انمو لیدر، انمو رو میگه که اندر بلای سخت پدید آید، در وقت پرابلم وزنین معلوم میشه فضل و بزرگمردی و سالاری، لیدری. یک لحظه بسیار درخشان در تاریخ دولتداری، در تاریخ سیاسی ما است. همین لحظه با حکومت آمدن اسماعیل سامانی. شما یاد گیرید هر یک در کجای باشد همین را پیش رو آورده شخصیت خودتونه سازید. مثلا همین بخارا تا آمدن اسماعیل سامانی هم آباد بود. از دانشمند، ستاره شناس، شاعر، عالم، ولی هر سال گردی بخارا را دیوار میزدن. دیواری بلند تمام بهار میشد، دانشجوها را مردم محله حشری عمومی خلقی برو دیواری بخارا را اندوا میکنین، دیواری بخارا را ساز میکنین، چون که قبیله های کوچمنچه از صحرا هجوم میکند. هر سال همین تیر ماه که شد مردم بخارا پیسته و بادام و عسل و ذخیره های 2 ساله زمستانه جمع میکنند. یک میبینیم ماه اکتبر قبیله ها هجوم کردن، همش غارت میکنن، با دخترک هایی که همون سال خدرس شده، خشرو شده گرفته میبرن. این همین تاریخی ما تا اسماعیل سامانی. و چی میشه وقتی که قبیله ها ناموش نگیریم هجوم کردن، غارت کردن، بردن، بعد علمای بخارا میشه خدای وازی بدتر نکنن، با شاعراش میشه شعر میشه ای چی شور است که در دور قمر میبینه، با ستاره شناساش میگه شاید اگه ستاره نحسی بود از بخارای مغارت شد. این اهل علم فرهنگ بودن. ولی وقتی اسماعیل سامانی آمد همه را جمع کرد در کوچه بالای بلندی برای گفت که دیگر دیوار نمی‌سازید. عیب است مگر مردان این ملت مردن که سالی در روز دیوار می‌سازید. اونجا گفت که من دیوار بخارا میشم. یعنی در بیهقی آمده است گفت که من باره بخارا هستم. یعنی گفت که از این بعد من دیوار بخارا، من به گردن میگیرم تا زمان من زنده ام یگان کس جرأت نمیکند بر بخارا هجوم کند. من جواب میدم. این لحظه پدید آمدن لیدر سیاسی. فرقش از ادیبا و علما و دیگران فهمیده. پس همین اسماعیل سامانی آمد گفت که من دیوار بخارا
من جواب میدهم تو زمانی ما هستن دیگر هیچ کس هجوم نمیکنه و دقیقاً 99 سال یعنی 100 سال همین سخن عمل کرد 100 سال کسی به دولت سامانی و به بخورو هجوم نکرده است این لیدری سیاسی همین لحظه ظهور لیدری سیاسی